ای یهوه، به خاطر نام خود گناه مرا ببخش، زیرا عظیم است. کیست آن انسانی که در هنگام انجام شرارت از یهوه میترسد؟ خداوند وی را در راهی که باید اختیار نماید خواهد آموخت. جان وی در نیکویی شب را به سر خواهد برد و نسل وی وارث زمین خواهد شد. راز یهوه با ترسندگان از او در هنگام انجام شرارت است و عهد او تا ایشان را آموزش دهد. چشمان من پیوسته به سوی یهوه است، زیرا او پاهای مرا از دام بیرون خواهد کشید. خودت را به سوی من بگردان، دلسوزی فرما، زیرا تنها و پریشان هستم. زحمت‌های قلب من افزون گشتند. مرا از پریشانی‌هایم بیرون آور. بر رنج و درد من نگاه نما و همگی گناه‌هایم را ببخش. دشمنانم ملاحظه نما، زیرا بسیارند و با نفرتی ظالمانه به من کینه می‌ورزند. جانم را نگاه دار و مرا رهایی بخش. مگذار که شرمنده شوم، زیرا بر تو اعتماد دارم. باشد که صداقت و درست کرداری نگهداری من باشد، زیرا منتظر تو هستم. ای خدا، اسرائیل را از همگی سختی‌هایش نجات بخش. آمین. در نام مقدس عیسی مسیح.